بچه چطوری؟ توی یه ویدیو دیگه از چنل ما خیلی خوش اومدید. من اسمم آریا اسپایسی و تو این ویدیو قراره که اولین ویدیو چنلمون رو بذاریم که اولین ویدیوی این چنل. البته من کلی چنل دیگه داشتم که متاسفانه همشون پریدن و چیز خاصی هم نبودن که پریدن و من تقریبا نزدیک 3 ساله که بدوارز بازی نکردم. قراره که بعد از چندین سالان بیایم بدوارز بازی کنیم. خب اول کاری که بکنیم چیکار بکنیم؟ میریم بده بقیه رو میزنیم. صبح رد بوی دیسکانکت شد. عالیه، بی نظیره، بی نظیر. اگر اینطوره بد دفنس نه بد دفنس میدم بخیال لازم موسم کج و کلش. از این توی 3 سال بدوارز بازی نکردم به دفندش بهش میخوره که خیلی قوی باشه. اینجا مثلا طرف ما رو نمیبینه. خب از بینیم شیفت گرفتیم طرف ما رو نمیبینه. پس اگه ما رو دید دیگه بسم الله الرحمن. بیا دیگه بیا خدافظ. بدش نه به دفندش بهش میخوره که خیلی قوی باشه. بوله بعد به وای نزدیکش میکنیم. بعدش هم با یه بلاکین میکشیمش. بلاکین ها دیگه درسته جسته TNT طرف بیس من اومد. او سورپرایز میشیم اگه همین الان فایربال نخوابونه زیرمون. میکرد راحت تر میزدیمش بیجون که 3 ساعت بخوایم از این بیس بیایم به اون بیس و از این بیس بعد دوباره از اون بیس بیایم به این بیس بعد از این بیس پاشیم بریم اون بیس بعد از این بیس بریم به اون بیس. میتونستیم راحت مثلا اون لحظه فایربال هم میتونستم استفاده کنم که این آکوا نره بده نه پینک نره بده آکوا رو بزنه. خب اگه همچین کاری میکردم واقعا خیلی خوب. یا راش داده میدل یا هنو تو بیسه کدوم؟ اصلا پول گنگ دختر. اصلا پول خونداقی کلاش دختر. اصلا پول گنگ پایین شهر دختر. اصلا پول فیل کر میخریم با امرالد های اینجا. اگه امرالد ها نباشه یعنی واقعا خورده. امرالد اینجا کجاست؟ وسطه؟ امرالدش پایینه؟ وای چطوری بس بریم پایین؟ آها این طرفیه. این که الان آکوا کجاست؟ سوال فنیه برام. خب اینجا اینو میذاریم اینجا. خب آکوا You don't have چیزی؟ با گوه خوردی. خب من یه دونه الان چیزمو دارم دیگه. خار کسه